بکنید. ما همیشه کارمون هر هفته حالا میبینم اگه همین موقع باشه، اصلا میخوایم یه بازوبند براش برنامه شما با خانوما همش مخالفت میکنین، میگین چرا این لباسو میپوشن، چرا با آقایون خب اگر اینجوری نگیم که خانم اصلا هیچ صحبتی نمیشه، باید بگیم، باید اینجوری بگیم. من میخوام براش یه بازوبند اوردر بدن که ببندن اینجا که ببینن ضد خانم ها. همینطوره، خیلی ضد خانم ها. نه خانم به خدا نیستم، اتفاقا من همیشه در مورد آقایون میگم، بد میگم. حالا این دفعه اینجوری شما اولین بار نگاه میکنین. شما برنامه‌های دیگه هم نگاه کنید، من سعی میکنم همه رو خانم از آقایون دیگه بگم. نه واقعا خدایش خانم‌ها رو خیلی تعریف هم میکنن. برای کسانی که مثلا تو ایران هستن هیچ سرگرمی ندارن، خانم‌ها حالا یا آقایون یا جوونا هر کی، سرگرمی بسیار خوبیه. یعنی آدم مدت‌ها ممکنه بشینه و پای فیسبوک و به چیز دیگه فکر نکنه و اینه که سرگرمی خیلی خوبه. چیکار کنن بیچارا؟ تو ایران هیچی نیست، فقط همین که یه عکس خوشگل بگیرن، با دوستاشون چت کنن، حرف بزنن. سرگرمی خیلی خوبیه مخصوصا برای کسایی که تو ایران هستن. کاملا تا جایی که به صورت مثبت استفاده شه واقعا عالیه. تا جایی که مثبت باشه، این به همون دلایلی که ایجاد شده باشه، یعنی که رابطه موثر باشه، مثبت باشه و آگاهی‌هایی داده بشه که مثلا من خودم خیلی شدم توی فیسبوک واقعا مطالعه می‌کنم راجع به مسائل مختلف، راجع به بیماری‌ها، راجع به مسائل روحی روانی، خیلی اطلاعات زیاده ولی متأسفانه مردم ابیوز می‌کنن. جوونا، نسل جوون الان زیاد تو این برنامه‌ها نیستن، فقط میخوان یه چیزی باشه، فان باشه براشون، بخندن، یه عکس جالبی ببینن، در موردش صحبت کنن. اینه که به هر حال من خیلی خوشحال شدم. مرسی از برنامه‌تون. هر هفته شما این برنامه رو هر هفته همین ساعت، یک شنبه هم ساعت 6 تا 7 باز الان که امروز که چهارشنبه است من دارم میبینم. عرض کردم امروز ساعت یعنی هر هفته چهارشنبه ها ساعت 12 تا 1. خیلی ممنونم. دنیا ممنون. خداحافظ. خواهش می‌کنم. خب ببینید مشکل ما اینه که اولین بار که نگاه میکنم فکر کنم با فقط خانوما رو بد حالا ایراد نداره. این شانس اصلا من شانس ندارم خانم. این همه ما در مورد آقایون گفتم هفته چند هفته پیش بود که گفتم آقایون همین چیزایی شما میگن. تک و توک ای بابا خانم این همه ما بدی گفتیم شما خانم. نه واقعا خب من حالا قسمت آقایون رو میگم، شما نگران نباشید. این دفعه شما ببین من میخوام دیگه بعد از این خانم مثلا راجع به خانم‌ها چی نگم، شما خودت بگو خواهش. دست خود آدم نیست، خب پیش میاد دیگه چیکارش بکنیم. پرژن تابو بفرمایید در خدمتتون هستم. سلام آقای دیلمن. سلام عزیز دلم، حال شما چطوره؟ قربون شما. خیلی خوشحالم که شما رو مجددا در برنامه تلویزیونی میبینم. قربونتون برم. مرسی. جالبتون رو دارم گوش میدم. مرسی. مهمتر از همه اینه که من شخصا با فیسبوک مخالفم. یه ذره بلندتر خانم اگر امکان داره بفرمایید چون صدا خیلی ضعیفه. من کلا با فیسبوک مخالفم. بله. بچه‌ها چه پسرم چه دخترم، دامادم، عروسم، هیچ کدوم فیسبوک نداریم. چرا مردم میخوان سرشون رو با فیسبوک گرم کنن؟ چرا نرن کتاب بخونن؟ چرا نرن خودشونو آگاهیشونو بالاتر ببرن؟ آقای دیلمقانی هم اگر گاهی ایراد میگیرن از خانم‌ها، ایرادشون دقیقاً به جا. دست شما درد نکنه خانم، من همینو لازم داشتم بخونم. به دلیل اینکه بارها و بارها من دیدم و شنیدم که خانم‌های ایرانی که متاسفانه به خصوص اونایی که از ایران میان اینجا تازه به قدری از نظر آرایش و ظاهر زننده رفتار میکنن و زننده هست که من شرمم میاد و چیزهایی که میشنوم از ایران، من در کانادا دارم زندگی میکنم و چیزهایی که میشنوم از ایران، خدا گواهه یه روز رفته بودم یه کافی شاپی نشسته بودم قهوه میخوردم، 2 تا خانم ایرانی رو دیدم که با هم دارن صحبت میکنن و یکیشون میگفت تو ایران تمام خانم‌ها بدون استثناء، حالا بدون استثناء رو که من نمیتونستم بپذیرم، همشون با توجه به اینکه شوهر دارن دوست پسر دارن، آقایونم دوست دختر دارن. این جای تأسف. البته منظورشون تمام اونهایی که اینها میشناختند هستش. بله میفهمم. احتمالاً 100%. ولی من با گفته های آقای دیلمقانی که همیشه ایراد میگیرن از رفتار خانم‌ها که چرا اینطوری لباس می‌پوشن، موافقم، به دلیلی که من خودم یکی از اونایی هستم که دوست دارم هر خانومی بدون لباس رو کجا بپوشه، چه لباسی رو کجا بپوشه. دقیقاً. خودش یه آرت واقعا، هنریه که افراد بهتره بدونن. خیلی خیلی خوبه. خیلی خیلی متشکرم خانم از تلفنتون، ممنون. این خطای ما خیلی شلوغه، باید جوابگوی اونها هم بشیم. مرسی که زنگ زدید. مرسی که به من ممنونم. خیلی متشکرم. مرسی.
پرژن تبو بفرمایید در خدمتتون هستم. با بنده هستی؟ بله خانم بفرمایید. خواهش می‌کنم. سلام عرض کردم. سلام خسته نباشین. زنگ زدم تشکر کنم از خانم دکتر زرین آزادی، جناب دیل مقانی. خیلی ممنون از برنامه قشنگه. خواهش می‌کنم. من که خیلی برنامه رو دوست دارم. مرسی. قربون شما. مخصوصا دفعه قبلی که نگاه کردم اون روز باهاتون صحبت کردم آقای دیل مقانی. این برنامه بسیار بسیار خوب بود، بسیار آموزنده بود برای من. امیدوارم اون مطالب بازم تکرار بشه. حالا فیسبوک من فکر میکنم که اگر که درست استفاده بشه خیلی خوبه. ما باید یاد بگیریم که درست استفاده کنیم از همه چی. شما از کجا زنگ میزنید خانم؟ من چندین و چند ساله خودم از فیسبوک میبینم صورت قشنگشو، خوشحال میشه. واقعا این برام قشنگه. واقعا خیلی متشکرم. خیلی لطف فرمودین. موفق باشین. در ضمن آقایون و خانوما هر دو ممکنه یک کارهای بعضی وقتا بکنن که خوشایند نیست، قشنگ نیست، ولی خب انسان‌های خوبم خیلی زیادن، آقایون بسیار خوب مثل خودتون، آقا جنتلمن. من خیلی دوستتون دارم، ارادت دارم. خانم دکترم که هیچی، واقعا پیشونتون رو می‌بوسم. همیشه ایام سلامت باشید و من بتونم روی قشنگی شما رو ببینم و از برنامه‌تون استفاده کنم. مرسی ممنون. خواهش میکنم. ببین مسئله همینجوری که فیسبوک راست بگن، فیسبوک به هر حال جالبه. ماها هستی باید داریم چه نکاتی رو بگیریم چه نکاتی رو نگیریم. و یه چیز خیلی جالب هم هست، گاهی اوقات وقتی بعضی آدم‌ها اریتیت میکنن میبینین که واقعا اذیتتون میکنن، حالا چه تصویرشون چه نوشته‌هاشون، فقط یه دکمه رو پشت ببین دیلیت میشه تموم میشه. شوهرانی که میبینن خانوماشون میرن لایک میزنن آقایونی که اینجوری وایستادن اینا نمیگن که آخه چی مثلا اصلا کلا یعنی شما چرا اینجا جنگ برپا میکنین؟ همونطور خانم‌ها هستن که آقایونو میبینن لایک میزنن. الو بفرمایید خانم. خواهش می‌کنم. سلام عزیزم. میخواستم یه سوالی بکنم در مورد برنامه‌تون. بفرمایید. خواهش می‌کنم. میخواستم بگم که شما در مورد خانوما و لباسای لختی که میپوشن صحبت کردیم، من کاملا باهاتون موافقم و میخواستم بگم که این انتقادی که شما میکنید به خانومایی که تو فیسبوک هستن، مثلا تو ناحیه کالیفرنیا، من خودم تو فیسبوک شما رو بیشتر با این خانوما تو عکس‌ها میبینم. اگر چیز بدیه شما چرا با این خانوما و اینجور افراد رفت آمد دارید؟ خب عرض می‌کنم خدمتتون. اولا که تو فیسبوک من امکان نداره شما خانم یک نفر خانومی رو ببینید که من باهاشون عکس انداختم، مگر اینکه کسایی هستن که گروهی فامیلی یا دوستان هستین که امکان نداره. شما یا بندر اشتباه گرفتین یا اگر خواستین دوباره یه نظری بکنین به عکس‌ها، تشریف ببرین مک دیلانی MAC DILANI. دوستانی هم که بیشتر میتونن برن نگاه بکنن. من